سلام رفقا، خیلی مخلصی. من سعیدم، ارادتمند شما. امروز برگشتیم با یه ویدیوی بسیار جذاب در مورد اینکه سعی کن نگیو و ماشینالات صنعتی و یا اصلا کلا همون چیزایی که ساخته شده کار انسان‌ها رو راحت‌تر کنن. ببینیم که واقعا میتونیم بهشون بگیم واو یا اینکه نه اصلا ارزش دیدن هم حتی یه سرشون نداشت. پس با من باش تا انتهای ویدیو همراهی کن و بزن. حالا بریم. خب پدکنی نظر شما چیه؟ به نظرم من بد نیم ولی اونقدر کاربردی نبود. این باله، اینو دوست دارم. اینو دوست دارم، جذابه. ببین این قطار میشه دقیقاً واسه میکنی تو ریل جایی که حالا ترافیکش مثلا ریل قطار بغلت باشه. حالا توی اروپا بیشتر اونایی که زندگی میکنن بیشتر میدونن که ریل قطار همیشه حالا هستش. فکر کن بری بغلش تو ترافیکو بزنی و سوار شی و بری دیگه. ولی باله، تریک قشنگیه، حد نبودش. چیه؟ واو وای من وقتی گفتم نباید میگفتم واو، ولی واقعا این واو داشت، مخصوصا واسه اونایی که ظرف میشورن، واسه مجردا که واقعا فرارین از دست این که ظرف بشورن. این عالی بود، اینو دوست داشتم. اینو کجاست؟ من این پولو دیدین؟ من اونو بخرمش. این برای من بخرید، برای من کامنت کنید چیه، کجا میفروشن، من خودم بخرم. او نه واو اینم باله، اینم جالب بود. خدا اینکه کامرا رو میذاری خودش همه جا میتونه دنبالت بیاد و مثل درون میمونه. خود این گیمبالش که شبیه گیمبال دقیقاً درون هم هست، بهش که میگی ست میکنی که دوره مثلا 300 این مثل که امروز خودش سرجاشته اینجوری باید با من رفتار کنی. اون مزنون چرا انقدر من فارسی انقدر بد شد؟ خاطر اینکه خیلی محبوبین. دنبال اون چی میشه فارسی؟ واقعا یادم رفته اینو. اون شخص، حالا میگی اون چیزی که داری بهش میگی و توصیف کردی، دنبالش بچرخ و بره، اون همونجوری تصویر طرفو میدی هر جا داره میره. بعد نبود، باحال بودش. اینم جالب بود. نه نیستم اینو زیاد. این تمیزکاریه، البته سوهان برقیه دیگه، تقریبا یه جوری شبیه اون بود. نه کاربردیه این برای اونایی که مثلا خیلی کمپ میرن و جنگل میرن، چیز کاربردیه که حالا چند کار است، ولی من خودم بهش واو نمیگم واقعا. باله بر کمپینگ اینو دوست دارم. اینم چیز جذابیه، زیرا قشنگ میتونی باش بری و ایول. این خیلی باله. او دوتاشو با هم وصل کرده. ایوه این خیلی، اینو دوست داشتم. این واقعا یکی از تفریح‌های مورد علاقه من، زیر آب بتونم اینجوری شنا کنم با یه ماکس و اکسیژن. اینو دوست داشتم واقعا. این اوکی بودش، من نظر من اوکی بودش بچه‌ها. اینجوری که بازش کرد، از هر 3-4 تا چرت و پرتی که میگی 2-3 تاش اوکی. سبک ویدیو اینجوری نمیخوام خوب همون از فکرهای خراب چیکاریم. پرسه آهای همون بود دیگه، داره وسط باز میاد یه بالا داره چیز میکنه. اینم داره کشاورزا خوبه واقعا دقیقا اون. اینو دوست دارم، این خوبه. ایوه که سایبونه میاد بالا، خیلی خوبه. چه جالب، خیلی باحال‌تر اینه که بخواید باز کنی و اینا، جالب‌تر بود. جاها این خوراک دزدیه که اونجوری جناب سرمان چیه درست کردی بزن زیرش مردا برو، اینا نیست اینجوری ماشینا رو میبرن. این که خاله خیلی بد بابا، واسه اینه که دقیقاً کاشیکاری و اینا میکنن اصلا دیگه پادرد و اینا نمیبرد، میشینی روش. واو این واو داشت. اونایی که واقعا این مدلی کار کردن میدونن که این چقدر به کار واقعا جونشون رو نمیده. این خوب بودش. این تمیز میکنه یا داره میبره؟ تمیز میکنه درزاشو.
ایوه چقدر خوب میشه، یعنی چقدر تمیز کار میکنه و اینکه چقدر تمیز میشه اون وسطاش کثیف بود. چی؟ من نفهمیدم برای چی لاستیک بود. بچه‌ها اگه شما فهمیدین برام کامنت کنید، من متوجهش نشدم اصلا چی کار کرد راستیت. ایول اینم دیدم، اینو دیدم کار اومدن مثلا برای خونم اومدن کار کنن، این که نشون میده اینم چیز باحالیه. امیدوارم اینو تو ایران باشه که کارا رو خیلی راحت تر باشه براشون. الان مترای لیزری هستن اینم باحاله دیگه. مثلا حالا میخوای یه چیزی بیکاری و اینا فکر کنم برامونم بتونه کاربرد داشته باشه، راحت پرت میکنه. جالب بود. اینو نمیاده چیز افتادم ایران پرت میکردن یا اینکه مثلا یه قلاب میبندن وسطش، دو تا سیما میخوام بدم بالا، مثلا پاکت سیما دیدی قلاب این سیما رو میبندن دورش اینجوری بس میکنه میره بالا، بعد سر اینجوری هم پرت میشه پایین. چقدر تمیز و شیک واقعا. چقدر تمیز آخه. او برای جالبه بهمان نداشت جالبه، ولی که مثلا ببین چه به فکرشونن که برف روی سقف رو پاک کنن که نریزه تو ماشین پشتی در حال حرکت. این هم شبیه ژیلت میمونه. شبیه ژیلت میمونه. یکی باحال بود. برگر میزنی توی ثانیه میگه زیرش باز میشد. بد نبود، باحال بود. اینا اون تقریبا چیزایی میسازن که برای گوشاداست بیشتر دیگه سعی میکنم. چه درونه. نمی‌خواستم میگم درونیه مثلا چقدر بزرگه، بعد نگو کارایش اصلا چیز دیگه ایه کلا. جالب بود اینا. شاید این ارتفاعش میره بالا جایی که سخته رد میشه. اینم باحاله. اینا رو ندیدیم، مثلا من خودم ندیدم. چه چیز جذابیه واقعا احساس میکنم. درخت رو انداخت صدم ثانیه درخت رو پرت رفت. صندلی دیگه. اینو آخه چرا باید همچین چیزی باشه؟ مثلا کاربرد اونجوری نداره این واقعا که ساختن. صندلی کوچیک‌تر این چیزاست اینجوری وام می‌کنی میشینی دیگه. خب بعد اینو دور کمرت ببند یه چیزی ازت آویزونه. نه دیگه اینو نیستم دیگه بابا چیه؟ آره مثلا همینجوری نشسته، الان بذار دوست دخترش بیاد نشسته دیگه اذیت نشه. آقا چرت و پرت اون رو 2 ساعت ببند پشت تو بیاد از بالا آویزون شه چیزی ازت. نه چه این خدای آشغال بود. اگه شما هم نظرین کامنت کنید. دستکشه چه چیز قهاریه که نمیسوزه. ببین چقدر باش حرکتای آتیشی زد و اصلا انگار نه انگار. یه دونه ویدیو دارم وسطش یه دونه هست همین کاری میکنه، یه آشپز سسش رو میکنه و آتیش میزنه و اینا. من خیلی به اون ریاکت باحالی داشتم، مثلا انتظارشو نداشتم. دقیقاً اون همون دستکشه. برید بعداً اون ویدیو رو حتما ببینید، لینکش میاد بالا. این دوور رو میزنه تمیز میکنه مثل مال آکواریومه. حالا چیز جدیدی نیست ولی قدم کاربردیه، میتونه باشه. آره از پشت و بیرون. حالا آکواریوم اونجا که آکواریوم داشتم تجربهش دارم اونجوریه. این پومپیاس؟ نه آره این پومپیاس. این هم جالبه. اونقدر هنوز خفن نبود، اینا قدیمیه بودن. نه اینم نیستم. حالا صورت رو بذاری بخواه اصلا خوابت نمیبره این مدلی بیایید. نه اینم نبودم. این به درد فنی کارا میخوره که حالا میتونه بچرخه، ولی هر صندلی باشه مثلا اینم الان میچرخه دیگه. این ماشینم کاربردیه و نداره واقعا، ولی کاربردیه. این که
جالبه. ولی مثلا اینا رو دیدم اینجا باشون توی گارتنا مثلا طرح میدن بیشتر باشون با این درازا که طرحشون اینجوری میکنن و اینا مثلا درخت‌ها رو. چی کار داره میکنه این؟ چرا میره بالا باشه هم این داره هول میده از زمین. او من چقدر یولم حواسم نبود ولی بعد نبود. اون که دیگه زور نمیخواد بزنی. کی میخواد سوشی درست کنه نمیتونه؟ بفرمایید بیا اینم از سوشی میگی بریم مغازه چینی بزنیم سوشی. بیا این سوشی راحت این باید درست کن. اینم معنی ها شد خود جت اسکی روی برف. این که اسکی میکنن روی برفه. واو اینم باحاله. واو میتونیم بگیم بهش چیز جذابیه واسه برف و اینا که مثلا که کانادا هن یا تو سیبری هم مثلا کاربردی میتونه باشه براشون. خوب الان ویدیو من داره دبی میبینه گرمه و برف کلا نمیبینه مثلا میگه لعنتی به چه درد من میخوره اون الان دیگه. واو من بهش بگم دقیقا همچین نمیزنه ولی خب بالا فدکی نه بالا. اینو دوست داشتم. اینو دیده بودم تبلیغش هم برای فروش تو آمازون. اینو دوست داشتم دیگه. چند تا چیز میشه ترید کردن بیشتر تبلیغش میاد بالا همیشه. همش این بود. چیز باحالی بود اون ولی قبلیه. جاش روی بتون نمیمون. چیز خیلی باحالی بود احساس میکنم. این که اوکی بود واقعا برای اونایی که این ابزارالات هستش و کارشونه. حالا کار من شخص من نوحی نیست ولی اونایی که واقعا ازش استفاده میکنن خیلی چیزای باحالی بود توش. یه چند تاشون واقعا میتونستیم بهشون بها نگیم بقیه‌شون نه بدک نبود. امیدوارم که ویدیو لذت برده باشین. فقط یادتون نره که لایک و کامنت و سابسکرایب بکنید. بچه‌ها سوشال مدیا منم میاد اینستاگراممو حتما داشته باشین. اونجا تو طول روز کلا استوریای باحال میذارم. با هم دیگه باشیم من تعقیب کنید. نه اون تعقیب فالویی بکنید. بعد اینکه مرسی تا یه ویدیو دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. دوزتون دارم.